با مقصدی در موسم نوی آبیاری با آب پالایزی تامین نمودن زمین‌های کشتشونده، مسئولین اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر ترسونزاده موافق نقشه چاره‌بینی‌های دوره تیرماه و زمستان تا امروز یک قطار کارهای لازمه را به انجام رسانیده، تازه نمودن زهبر و زهکش‌ها و تعمیر پایگاه‌های آبکشی را ادامه داده ایستادند. طبق اطلاع در شهر ترسونزاده 13459 گکتار زمین کارم آبی موجود است که بهر سری وقت انجام دادن کارهای مربوط به بهتر کردن حالت ملیوراتیوی زمین‌های کارم توسط تازه کردن زهبر و زهکش‌ها همروزه تکنیکا و متخصصان ساحه سفربر می‌گردند. در اساس نقشه چاره‌بینی تیرماه زمستان سال‌های 2024-2025 اداره نقشه گرفته است که زیاده از 25000 متر کوبی زهبر و زهکش و 80000 متر کوبی شبکه آبیاری شهر ترسونزاده را در سال 2024 به نقشه گرفته بعد به انجام رسانید. عین حال زیاده از 80% کارهایی که با نقشه گرفته شده به انجام رسیده شده است. حرکت می‌کنیم تا موسم آبی سال 2025 همه شبکه آبیاری با صفت بلند روزه نموده خودجگر با آب پالایزی تامین نماید. حالا در 5 منطقه 8 پایگاه آبکشی موجود می باشد که توسط انشاءات‌های گیدروتکنیکی 634 گکتار زمین کشتشونده با آب پالایزی تامین کرده می شوند. حالت کاری پایگاه‌های آبکشی و نقطه‌های آب تقسیم کنی پیوسته تحت نظارت قرار داشته انشاءات با موسم نوی آبیاری پورا آماده کرده می شود. کارهای تعمیر پایگاه‌های آبکشی و با لوازمات ضروری تامین نمودن آنها از 1 اکتبر سال روان شروع گردیده برای آغاز موسم نوی کشت و کار آمادگی همه‌جانبه دیده می شود. تا این دوره 50% کارها برای تعمیر جوری پایگاه آبکشی به انجام رسانیده شده است. در 5 کیته پایگاه‌های آبکشی در این دوره کار رفته ایستاده است که ما کوشش کرده ایستادیم تا موسم آبدهی سال 2025 آماده سازی پایگاه آبکشی را به انجام رسانیم. متخصصان ساحه امروزها به خاطر بهتر گردانیدن زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده و پست گردانیدن سطح آب‌های زیرزمینی چاره اندیشی نموده طبق نقشه تازه کردن زهبر و زهکش‌ها و تعمیر پایگاه‌های آبکشی را تا آغاز موسم آبیاری سال 2025 انجام می‌دهند. این تدبیر جهت سری وقت آبیاری نمودن زمین‌های کارم آبی و گرفتن حاصل دلخواه از زراعت‌های کشتشونده مساعدت فعال می‌نماید. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده، اخبار.